بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم. از رساله ضررهای حزبگرایی بر امت اسلامی از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس امروزی ما درس نهم 17 ماه محرم 1435 که موافق به 21 11 ماه 2013 می باشد. شیخ می فرماید: فیا معشر المسلمین نزهوا انفسکم، ای مسلمان ها نفس خود را پاکیزه کنید و برای پاکیزه کردن نفس خود تلاش کنید. وادعوا الله ان يعينكم على انفسكم بالتجرد للحق، الله را دعا کنید تا شما را مدد کند به مقابل نفستان به خاطر صرف جانبداری حق کردنتان. خالص جانبداری حق کردنتان نفستان نمیماند، به مقابل نفستان از الله مدد جوید میگوید شیخ. ولی نصرت اهله، برای نصرت و پیروزی دستگیری کردن اهل حق از الله یاردم پرسید که به مقابل نفستان شما را یاری کند. وللبعد عن المعصية الحزبية التي هلكت بها الامه، از الله مدد پرسید، یاردم پرسید به مقابل نفستان برای خاطر از تعصبگرایی و از حزبگرایی دور شدن، که این تعصبگرایی و حزبگرایی است که امتان پیشینه به سبب این به هلاکت رسیدند. والتي هي سنة جاهلیة ابلیسیة یهودیه، تعصبگرایی و حزبگرایی این راه و روش دورانی پیش از اسلام است، جاهلیت است و این سنت ابلیسی است. این راه و روش ابلیس و راه و روش عرف و عادت یهودیت است. تضییق جانب الولاء والبراء، این پهلوی دوستی در اسلام و دشمنی در اسلام را به تنگ می آورد. یعنی حزبگرایی انسان چنان به تنگ می آورد که انسان شخص مسلمان نمی دواند در اسلام دوستی بکی کند و دشمنی بکی کند. و جانب المحبة لله سبحانه و تعالی، و جانب محبت به خاطر الله را نیز به تنگ می آورد حزبگرایی. تضعفه و ضعیف می گرداند. محبت برای الله ضعیف می شود. شخصی که حزبگرا است، خیلی که از این حزبی ها دیده می شود یا که در این حزبی ها دیده می شود. المؤمن یجب ان یحب فی الله، واجب است که مؤمن به خاطر الله دوست دارد. و یبغض فی الله، و بدبینش نیز به خاطر الله باشد. والحب فی الله والبغض فی الله من اوثق عرى الایمان، به خاطر الله دوست داشتن و به خاطر الله بد دیدن این از همه با قوتترین ریسمان ایمان است یا که چنگ ایمان است.
که دستاویز ایمان است. لكن الحزبية إذا قال له من أين هذا؟ قال هذا من حزب كذا. اما حزبگرا را چون برایش گفته شود که این از کجا است، میگوید که این از فلان حزب است. ينظر الیه شزیرا، یعنی به دیگر کس، شخصی مثلا گیریم حزبی، دیگر کسی بیند که در حزب او نیست، وی را به نظر تحقیر می نگرد. ولا یعرف له قدر و قدری وی را نمی داند، بسبب انه لم یکن فی حزبه، به آن سبب که وی شخصی که در نظر این حزب تحقیر می تابد، ناچیز می تابد، بی قدر می تابد، در حزبش نیست. و یتعاطف مع النصرانی او یتعاطف مع انسان یحاد الله و رسوله. حزب مهربانی، دوستی، علاقه خوب دارد با همراهی نصرانی یا با همراهی یک انسانی که مخالف از الله و مخالف از پیغمبر است، اما همراهی اون مسلمان سنی که وی متمسک و چنگ زننده به قرآن و حدیث می باشد، عقیده سلفی صالح دارد، با وی چه رفتاری خنک می کند. چخلی که از این حزبی ها دیده می شود این خصلت را. والله یقول، الله سبحانه و تعالی می فرماید در شأن این چنین کسایی که به یهود و نصرانی ها و به اشخاصی که مخالف از الله و پیغمبران دوستی میکنند، میفرماد که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. تو نمیابی مردمی رو که ایمانی به الله و ایمانی به روز آخر داشته باشند، مودت و دوستی بکنن، صداقت کنن، دوستی از صمیم قلب بکنن به اشخاصی که ایشان مخالف از الله و مخالف از پیغمبری او باشن، دشمنی الله باشن و دشمنی پیغمبری الله باشن، به اینها دوستی بکنن. نه، این خیلی کسا را نمیبینی که ایمانی به الله داشته باشن و ایمانی به روز آخر داشته باشن، به چنین اشخاص که دوستی صمیمانه داشته باشن. این اشخاص مخالفی الله، مخالفی پیغمبری الله. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، گرچند این اشخاص مخالف پدرانشانند، پسرانشان یا برادرانشان، یا که دیگر از قبایل و از خویشاوندانشان باشند هم. فهمیدید؟ الحزبية تلغي فضل الأفاضل من عندها، یعنی حزب و حزبگرایی انسان چنان میکند که قدردارها را نیست میکند. فهمیدید؟ در نزد شخص حزبی همین حزبیتش، حزبگراییش کار میکند که این تمام اشخاص بزرگ قدرشون نیست میشود. و ربنا سبحانه و تعالی یقول، پروردگار سبحانه و تعالی ما میفرماید که یا ایها الناس، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مرد و از یک زن آفریدیم، یعنی از آدم و حوا. و جعلناکم شعوبا، و ما شما را یعنی و شما را خلق و ملت ها قرار دادیم، و قبائل و قبیله قرار دادیم. چرا؟ لتعارفوا، تا اینکه بین یکدیگر شناس بشوید و یکدیگر رو دانید که از کدام نسب و از کدام ملت و از کدام جا هست. ان اکرمکم، از همه گرامی‌تری شما کی هستی؟ یعنی که در کدام حزبی نیست. ان اکرمکم، از همه با قدرمندترین شما در پیش الله، اتقاکم، کسی از شما سخت‌تر تقوا دارد، تقوای بیشتر دارد
از الله، ان همون از قدردان. فهمیدید؟ اعتبار در حزبیت نبود است. بارک الله فیکم. در حزب نهضت باشی قدردار هستی، در حزب تحریر باشی قدردار هستی، در جماعت تبلیغ باشی قدردار باشی. این خیلی نیست. تقوا است. اعتبار از روی تقوا است. بارک الله فیکم. والله سبحانه يقول، الله سبحانه وتعالى فرموده است: وهو الذي خلق من الماء بشرا. الله ذات است که انسان را از آب آفرید، یعنی از آب منی همچون انسانش آفرید. فجعله نسبا، وی را همچون نسب آفرید، قرار داد، یعنی اصل یا که فرع. فهمیدید؟ خیش و تبار. و سحر آفرید، یا که وی را سحر قرار داد. سحر یعنی هم خویشاونده است که به سبب ازدواج با یک قبیله، با یک گروه مردم تو خویش میشوی، یا دخترشون میگیری یا دخترت میدی. و کان ربک قدیرا، پروردگار تو توانا است. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، الله سبحانه وتعالى در کتاب کریمش میفرماید: والعصر، ای الزمان و هو زمان، قسم به زمانه. ان الانسان لفی خسر، هر این انسان، یعنی همه انسان، یعنی لفی خسر، البته در زیان است. کدام انسانی که نباشد در زیان است. فهمیده؟ فی هلاک و ضایع شده است. الا الذين آمنوا، بجز کسانی که ایمان آوردن، تلاشی ایمان کردن در کار بود. بارک الله فیکم. نه تلاشی حزبگرایی. و عملوا الصالحات، و کسانی که بعد ایمان عمل صالح کردن، یعنی مراد از ایمان در علم است، و عمل صالح کردن. و عملی صالح هم طبق نشان دادی الله و پیغمبر باید باشد. فهمیده؟ کورکورانه نمی شود. و تواصل بالحق، یک دیگرشون امر میکنن با حق، یعنی به ادا کردن طاعت و به ترک منع کرده شده ها، امری به معروف و نهی از منکر میکنن. و پیش از اینکه امر به کارهای معروف کنند و نهی از کارهای منکر کنند، اینها به معروف و به منکر شناسند. نرنگی حزبی ها که جز حزب خودشان دیگه هیچ چیز رو نمیدونند. و تواصل بالصبر، یک دیگر را توصیه میکنند، امر میکنند به صبر کردن در شادی و خرسندی، در ضرر، در جهاد. صبر در طاعت می شود. بارک الله فیکم. صبر از معصیت می شود. صبر در طاعت می شود که طاعت به پررگی انجام داده شود، ناراحتی نکنی در انجام دادنی. یعنی که چی؟ طاعت. صبر از معصیت می شود تا از او، یعنی که دور شوی. صبر در تقدیر علم آوری الله می شود، ناراحتی نکنی، بی صبری نکنی، موکنی و سرکنی نکنی. مفهوم ذلك ان من آمن وعمل صالحا فهو خارج من الخسارة لا يجوز ان يحقر. از این آیه کریمه فهمیده می شود که کسی ایمان آورده باشد و عملی صالح کند و از خاری و از هلاکت، فهمیده، از زیان خارج شدگی است، ممکن نیست وی را تحقیر کرده شود. فهمیده؟ ولا يجوز ان يعظم الخسران في دینه، و نباید که تعظیم داشته شود یا که حرمت و احترام کرده شود کسی را که در دینش خار شدگی است و زیان کردگی است از جهتی بی دینه. اما این حزبی ها نمیدونن. بارک الله فیکم. حزبی ها عکس این کار میکنن.
مؤمن‌هایی که متمسک به قرآن و حدیثن، ایمان آوردن، عمل صالح کردن، الله میگوید که اینها از خاری و از زیان و از تحقیری خارج شدگی هستن. حزبی ها و یارا چیکار میکنن؟ تحقیر میکنن. و نباید که حرمت و احترام کنی اون کسان که در دین زیان کردگی هستن، مثل یهودی و نصرانی ها. حزبی ها با وی ها برعکس چند دوستی خوب هستن، خصوصا به رافضی های کافر. و یقول الله سبحانه و تعالی می فرماد ولقد کرمنا بنی آدم اجعلنا لهم شرفا و کرما و فضلا على غیرهم. واقعا ما به بنی آدم یعنی اکرام بخشیدیم. بنی آدم احترام دارد. و حملناهم فی البر والبحر، ما ویها را سوار کردیم در خشکی ها، بالای یعنی مرکب ها، بالای چارپاها، دیگر نقلیات. والبحر، و در بحر ما ویها را سوار کردیم بالای کشتی ها. و رزقناهم من الطیبات، و از هر نمودی چیزهای پاک و پاکیزه و دیگر چیزهای لوازمات با ویها روزی بخشیدیم. و فضلناهم علی کثیر، یعنی ما ویها را برتری ها دادیم، یعنی ما ویها را از همه چیز با بسیار بسیارتر و بسیارتر فضل و کرم و خوبی ها با اونها بخشیدیم. ممن خلقنا، از دیگر مخلوقایی که ما آفریدیم. تو که نظر به دیگر مخلوقایی که ما آفریدیم تفضیل اینا برتری زیاد دارند. و هذا تفضیل خاص بمن کان علی تقوی، ان همین بزرگی، این مقام، این شان، این شرف خاص به کسی می باشد که تقوا داشته باشد. و یقول سبحانه، الله سبحانه و تعالی می فرماید و التین و الزیتون. تین و زیتون اینها دو گیاهی معروف می باشند. قسم به انجیر، قسم به درخت زیتون. و طور سینین، الجبل الذي كلم الله، الله کلم موسی عنده. این همون کوه است که کوه سینین، یعنی کوه مقدس. این کوه هست که یا که کوه بود که الله سبحانه و تعالی با موسی حرف زد، گپ زد، قسم به همون کوه. و هذا البلد الامین، و قسم به این کشور امین، تنج، آرام، یعنی مکه. جواب قسم از چی عبارت است؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، واقعا ما انسان را آفریدیم در نکوترین تقویم، در عدالت ترین تقویم. تقویم یعنی هیئت، شکل، اندام، کیفیت، طرز، نمود، صورت. ثم رددناه اسفل سافلین، بعد از آن ما وی را از این صورتی نکویی بر میگردن به پسترین طبقه، یعنی به عمری دراز او را برده میرسانیم. فهمیده؟ به عمری دراز برده او را میرسانیم. تمامی چیزی که زیبا میتافت، پوستی زیبا داشت، چشمی روشن داشت، حسن داشت، همه اینها به سبب طول حیات دیگرگون میشوند. فهمیدید؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی همه یک خلمی، یعنی که به عمری دراز روبرو میشود. فهمیدید؟ یعنی کافر هم زیبا میتابد در جوانه، خواه مرد باشه خواه زن، و مسلمان هم خواه زن باشه خواه مرد باشه زیبا میتابد. و هر کدامی از این دو به عمر فانی میرسد، زیباگیش از دست میدهد، قوتش از دست میدهد، بینایش از دست میدهد، شنوایش از دست میدهد، فهمش از دست میدهد.
یا کلن یا که جزءا. اما در آخر فرق چیست؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، با جز کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند، فلهم اجر غیر ممنون، یعنی برای اینها اجر است و اینها را ثواب نگران است. چنان اجر و ثواب آماده کرده شده است برای مؤمن ها، کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن، برای اینها یعنی چنان اجر و پاداش است که غیر ممنون میگود، یعنی غیر منقطع، این قطع شونده نیست، تمام شونده نیست. اکنون بارک الله فیکم انسان مؤمن را، یعنی مؤمن را که ایمان آورده است و عملی صالح کرده است، ایمان به علمش و بارک الله فیکم اهل سنت و جماعت این دار هستند. عملی صالح کردگی شخص و طبق نشان دادی الله و پیغمبر عمل میکند، زیرا عملی صالح بارک الله فیکم اون وقت عملی صالح میشود، اون وقت یعنی قبولی درگاه الله میشود که وقتی که در وی این دو شرط باشد که خالص برای الله سبحانه و تعالی انجام داده شده باشد و در انجام دادن این کار پیرو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. چنین کسها قدر و ارزش دارند در پیش الله. اکنون بارک الله فیکم کیف انت تحقیر او تحقیر من آتاه الله الاجر الكثير. بس تو ای حزبی، بس تو ای حزبی، ای حزبگرا، ای بی سواد، چه خیلی تو تحقیر میکنی کسی رو که الله سبحانه و تعالی چنین اجری فراوان، اجری زیاده داده است به سبب ایمانش و عمل صالحش. فالله يعظمه و انت تحقره. الله چنین کسی تعظیم می‌دارد، عزت و احترام می‌کند و قدر و ارزش و شأن و شرف بخشیده است، تو باشی و تحقیر می‌کنی. تو باشی و چیکار می‌کنی؟ تحقیر می‌کنی. خب انا این حزبگرایی، حزبی ها را چیکار کرده است؟ این حزبی ها را چیکار کرده است؟ چشماشون پرده پوش کرده است که از دیدن حق محرومند، زبانشان از گفتن حق چیکار کرده است؟ لال کرده است، گوشهاشون از شنیدن حق کر کرده است. بارک الله فیکم. نکتفی انشاءالله. بس امروز با صحبت ما را انشاءالله در آینده دوام میدیم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.